آریانا سعید از هنر موسیقی توبه کرد. پیام ایدی عجیب و باور نکردنی آریانا سعید برای دوزاران صدایش. دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چی بوده است؟ آریانا سعید و اسیب در چه شرایطی و در کدام کشور زندگی دارند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان است. با صدای سوریله‌اش دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کرده است. آریانا سعید عاشقانه می‌خواند و عاشقانه برنامه‌هایش را به پیش می‌برد. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل کشور اما ساله کنسرت‌های برای دوزاران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد. وی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ‌های جدید و کاملا عاشقانه‌ای داشت. اما چند می شود آریانا سعید کاملا از هنر موسیقیش به دور است و مصروف کارهای سیاسیش است. آریانا سعید در امریکا نهادی برای دفاع از حقوق زنان ساخته است و در تازه ترین تصویری که در صفحه اینستاگرامش به مناسبت عید نشر کرده است کاملا جگرخون و آشفته عید را برای دوزاران و طرفداران صدایش تبریکی داده است. این همه در حالی است که آریانا سعید در این عید هیچ برنامه هنری جدید نداشته است و آهنگ جدید هم نشر نکرد. ولی آریانا سعید با اسیب گاهی در امریکا و گاهی در ترکیه زندگی می کند. آریانا سعید قرار بود امسال با نامزدش اسیب سعید ازدواج کند، ولی به دلیل نامعلوم عروسی آریانا سعید به تعویق افتاد. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه‌های هنری از این هنرمند خوب کشور خواهم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمامی شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.